سود از زر علایاری زرافشانی جوانی رفت چی از لعل ای شوخی بدخشانی جوانی رفت چی دانا بود چی زیبا بود چی جویا بود اما زود به نادانی به حیرانی به سرسانی جوانی رفت جوانی رفت جوانی رفت. سلام دوستان عزیز، طبری از اولین نوته های این سرود جاودانه و از این چهره گرم و منیر و بسیار روشن هنر و فرهنگ ما درک کرده در صحبت ما هستند هنرپیشه مردمی تاجیکستان، محبوب تمام مردم تاجیکستان و تمام تاجیکان جهان، استاد افضلشاه شادی که به نزدیکی به سن مبارک 60 میرسند، به زینه کمالات عمر میرسند. استاد چه روحیه دارید، چه احساس دارید و این سنه عمر چگونه پیشواز گرفته شده؟ دوستی در زندگی که از سر گذراندم 40 سالی فعالیت ایجادی سرودم، تمام دنیا را گشتم، جهان را دیدم و میگم که در عقب در همین 60 سال عمرم در یک وطن محبوب، در یک کشور زیبا، در یک سرزمینی خدا نظر کرده که همه چی خدا در اینجا داده است، سر کرده از آب و از زمین و از آدمان نیک و از باغ‌های خوشبو و از شهرهای بزیبا، از همه زیبایی که در تاجیکستان هست. همین سرزمین من به دنیا آمدم و افتخار میکنم که من در زندگیم در مکانی که در اونجا آدم و شعرا بابای شعر فارسی بابای ابو عبدالله جعفر محمد رودکی تولد شدند، در همونجا تولد شدم و این افتخاری واقعا بزرگ برای من است. و البته خیلی تیاری همین که سرودای نو تیار کرده ایستادم، آهنگای نو که برای مردم باز یک روحی تازه، یک الهام نو بخشم. استاد ببینید، در این 40 سالی که شما روی صحنه هستید، در این 40 سال هنرمندای زیادی روی صحنه اومدن، جوان‌های در نظر دارم، بعضی کم استعداد، بعضی خیلی پر استعداد، خیلی پر جلو و بعضی هنرمندای همسن سال شما آهسته آهسته به قول ازمود میروند. ولی چی اسرار هست که افضلشاه شادی همه وقت در مود هست، در سرخط هست، قطار جوان‌ها هست، به قول زبان امروزه خدمه‌ای که زمان معاصر هست؟ چه اسرار است در همین؟ خیر است دیگه، برای هنرمندی که اگر خواهد بر زبان مردم، به دل مردم و در خاطرهای و در چهره‌های انسان‌ها همیشه باشد در دیده مردم، این ایجاد است. اگر سرودی نو، آهنگی نو و همین با بخشیده به همون زندگی نامه خلق اگر ایجاد کنه دادن هنرمند، البته خود خلق یک ترازوی بزرگی هست که بها میده برای هنرمند. و من از خلق، از تاجیکستان، از همه مردم تاجیکستان وابسته، از همه گوشه‌های تاجیکستان می‌ندارم، چون من از همه گوشه‌های تاجیکستان هستم. این وطنی عزیز من است و من همه جای تاجیکستان میتونه بیاد پسری من از این چیز علاقه گفتم. این چیزا خدا را شکر میکنم که من تاجیکستانی هستم و مردم تاجیکستانی عزیزی ما گوهرشناسن، ما قدر کردن تا امروز، احترام کردن تا امروز، به همه معرکه‌هاشون بودن. در برنامه‌های من، در کنسرت‌های من بلیط نبود، مردم همه راست می‌ایستادن، تماشابینا تالارا پر از تماشابین بود. در این 40 سالی فعالیت ایجادی من راستی که خوشبختم و باید بار دیگر همین برای خلق تاجیکستان و همه مردم تاجیکستان صدقاً میگم که هزارها رحمت، هزارها تشکر و خدا لاها همین تاجیکستان، همین مردم عزیز ما همیشه خوشبخت و بای و بدولت و خط روزهای امانیت تیجی و سیری پوریه از سر گذرونیم و شکر از تاجیکستان، شکر از خلق تاجیکستان. ببینید شما واقعا در کنسرتاتون خودتون بسیار بدخشانی و دغرگی و شورابادی و قرآن تپگی و از هر جا میگوید و هر روایت هم افتاده که بودتی گویا که کدام بیبی شما از بدخشان، این حقیقت دارد یا همون کمی مبالغه است؟ اوچه من رحمان و حلیمه
این کس من 3 سال شیر داده کلان کردم و نامی من گذاشتن. این کس از درواز، از شتاخ گوشخر، از نولوند و سالهای 49 اما که من در درواز و راهبری همون ناحیه به کار میروم و بعد همه آچه حلیمه ما از اونجا گرفته میبرم و سال 62 من تولد میشم و همون سال ازالشاه عالیموف چمپیون جهان شد از بدخشان و این خواننده ها همون خشتباره مادری خودم حاجی محبون و رحمان و نام من دیگه ناماندنی میشن. همین آچه حلیمه دروازی من مجبور کرده نام من افضلشاه بمونه و اولادی من مراد است. من بابام خال مراد، شادی مراد، پدرم سلطان مراد، امکم شکر مراد، اکویم سید مراد و این طرفی آچه دروازی هم اکوهم مظفرشاه، جعفرشاه، انورشاه، اکابرشاه و من افضلشاه. برای همین در حقیقت این راست است که من خشتباری زیاد دارم. با خالای من از درواز آمده در مومین‌آباد کولاب، در شهر کولاب، در فرخار تقام بودن. خیش‌ها بسیار راستی گپ بگم، هم درواز و هم کولاب به امروز خدا به شکر خیش‌ها هستند، در خوابلین، در بلجوان و من بی‌واسطه خیش نمیگم، در حقیقت همون خیش ریشه‌های پیوندی رو داریم و از همه جای تاجیکستان به خودم وطن میگم برای اون که همه جای تاجیکستان یک تا مادر خان دارم، یک تا آدمی که من تویش به خدمت کردم گفتم که من همچون فرزند از اون آمدم و من مبلغ پول در کردیم من شما گفت آمدم و اون صدقا برای اون پسر شما دوست دارد بکنم خیلی شده میشه. اصلا ببینید تا جایی من میدونم شما فرزند یکی از شخصیت‌های بسیار با ابروی وادی زرافشان و یکی از شخصیت‌های داروی وادی زرافشان بود هستید و میتوانید و در جوانی میتوانستید که اون راه دیگر انتخاب کنید و مثلا اون رشته دیگر انتخاب کنید، ولی چی شد که شما هنرمند شدید؟ من راستی اول حجتامو به فاکولته شرقشناسی یونیورسیته دولتی تاجیکستان سپردم به زبان عربی. بعد پدرم از پنجگین آمدن، همین چهارخانه رو حل نشستگی بودن. اون سالا پدرم اعضای سکه بودن، رئیس کلخوز کلانترین به نام رودکی شهر پنجگین بودن و پدر آمدن روزی همین یک روز ماندگی تا امتحانهای قبول دانشگاه‌های عالیه. گفتم تو کجا سپردی حجتات؟ بعدم شهرشناسی زبان عربی. گفتن تو دیلت عربستان رفته کار کرده والگا آوردنی میگفتن. ما والگا در تو هم خیلی میتونم گفتن تو من خیال کردم که تو سرود میخوندی صنعت و مهر داشتی و دانشگاه صنعت سپرده باشی گفتن. گپ نزدمو شرم داشتم از گپی پدرم و اکوی حادی با یک تا پسر خالیم کردیم خستیم و رفتیم اونجا توی من یونیورسیته گرفتیم و آوردیم یک 4-5 ساعت دیگه تمام میشد اونجا سپاری یونیورسیته صنعت بسپردیم و این صنعت من اتستاتم 5 بال بود با همه امتحانات 5 سپردن 25 بال کردیم اصلا ولی بلندترین کردیم دانشگاه صنعت با قبول شدم که احمد بابا قلوف نیرو امینوف برنو اساق و محمد نیاز و شایسته مراد جان و قربان نظر و کریم حلیموف سیفالدین رحیموف استادای بسیار بزرگ از داخل شده من به یونیورسیته صنعت بسیار خرسند شدن و همین کردیم ما یونیورسیته صنعت با بهای اول تمام کردیم. کرامت الله قربان هم درس هم بود 4 سال یک جای در کورس خوندیم. حالا ما علکه از کورس دویمی ما حافظ شدیم علکه حافظی که قریب همون دانشگاه ها میشناختم خیلی بعد همین تقدیر من به همین صنعت بود است. این اساسا اولا من 38 تمام کردم به دانشگاه رسامی میرفتم کالج رسامی بعد کالج صنعت وقتا در رایون صابر لینین امروزه رودکی بود و امکم خال مراد شریف گفتن که بچه‌ام ما یونیورسیته صنعت شدیم به نام استاد میرزا توسن‌زاده شما میکنید شما کالج خونده روید 2 سال دیگه این مکتب تمام کنید بیایید یونیورسیته صنعت به داخل شید. اصلا این هم گپ امکم گفته بودم دیگه باید با جوره های من همین شهرشناسی رو میخونیم و بعد اونجا خارجه میبرن و بالده میبریم و این خیلی من فکرم پریشان کردم لیکن باز پدر بزرگوارم داشته این کار برقرار کردن که من به یونیورسیته صنعت داخل شدم.
ببینید شاید کم کسان دونن که افضل شادی فکر امروز صحنه‌های تسخیر کرده است. یک زمان ابتدای فعالیتش از هنرمند خار سر شده است. این درست است آقای؟ راست من رشته صنعت تمام کردم، بعد معلم بودم در مکتب 53 مکتب 110 عینی ناحیه رودکی و مکتب 67 ناحیه رودکی به هم معلم بودم. بعد کار اساسی من سراننده خار در تئاتر اپرا و بالت به نام استاد صدرالدین عینی بود. در اونجا کار کرده یک سال، بعد از اونجا آرتیست شده. انسامبل خلقی که در اونجا سلامت قابل بودن، مستمر باتو بودن در تئاتر اپرا بالت. اونجا برام کمتر کار کردم. بعد من 8 9 январи соли 84 در فیلارمونی دولتی که امروز سفینه همونجا کنسرت دادم. تا 2 روز بلیط نبود. بعد به من تکلیف کردن که بیا فیلارمونی دولتی. بعد با انسامبل ربابچی زنها کمتر کار کردم، با استاد ظفر ناظمی کمتر کار کردم. بعد با انسامبل استاد جلوی مراد گذاشتم. بعد اونجا تا امروز کارهای ایجادی رفتم. ببینید شما هم خودتون بارها این سر اعتراف کرده اید در سرنوشت هنری شما نقش جلوی مراد خیلی زیاد است. عموما واخوری نخستین شما با جلوی مراد چگونه صورت گرفت و تاثیر ایشان با شما چگونه بود در هنر شما در سرنوشت؟ استاد جلوی مراد سالهای 1973 74 در سفر هنری در شهر سمرقند و در شهر پنجکن آمدن. پدرم رئیس بودن. در هم پنجکن وقتی کنسرت بابا جلوی بود ما گرفته بودم. استاد جلوی در صحنه درمان می‌کردن. من سیدی چهارو می‌خوندم. اکم که هر من بودم. بعد استاد برنامه تمام کردم و من کتیبو در صحنه سلام کردم. بعد شبش خانه ما مهمان شدم. پدرم گفتن که همینم کم کم پسری منم در سرودخوانی یک پای دارد، ذوق دارد. بعد یک سرود استاد جلوی مراد نگاری ترکی تاجیکم نرسد خانه و ایرانه و دام میشگانی تاجیکانه چشمانی ترکانه. همین سروده من آهنگش به سرودی تو راه کوچه لنین همیشه دوست می‌دارم اون وقتا لنین. همین خوانده در فستیوال من جای اول گرفته بودم. بعد همین خواندم با استاد این الکه آهنگای من گرفته دیگه کرد است کنین. گفتم شوخی کردن یا آینده شاگرد من میشه. همین خیلی هم شوخی ما اومدیم و در مکتب‌های بزرگ خواندیم و بعد در دستی استاد تربیه گرفتیم، خواندیم، از مکتبشون گذشتیم. از مکتب استاد ظفر ناظمی، استاد جلوی مراد، استاد نیرو امین، برنامه سوخو و احمد بابا خلوف، شایسته مراجان و اینا بسیار استادای ناتکرار که واقعا از مکتب اینا گذشتیم و استاد جلوی بعد به سفرهای خارجی همراهشون من بردم در صحنه‌های بزرگ در بخارا و در سمرقند دیگه جاها. من برام اولی کنسرت به 4 تا سرود می‌خوندم و 3 تا 4 تا می‌خوندم. مردم تست شناختن. از سال 85 علاقه من همچنین حافظی شناخته شده مردم اعتراف کردن. ببینید نخستین سرودی که به فکر خودتون شما به بین مردم معرفی کردید کدام سرود بود؟ دلم برموده که سوزد به حال زندگی سوزد. من خواهش می‌کنم این سرود برای تماشاگران یوتیوب کانال ما سازید. زبان بینم سخنهای روان را ناروان بینم به دستی ناتوان بینم دلم بر رودکی سوزد به حال زندگی سوزد دلم بر رودکی سوزد به حال زندگی سوزد چو بینم هم دیار خود سر و خود کام شناسد خویش را علامه ایام نداند مصرعه از حافظ و خیام دلم بر رودکی سوزد به حال زندگی سوزد
سود نظر است. بله. موندگار است واقعا تو این روزا شما میسازید در همه جا میشه. ببینید شما اگر سرندگان هستید که در ایجاد شما با اندیشه من عموما درد بسیار هست. این دردی هم انسان ها هم درد ملت هم درد بشریت و عموما چرا شما هم بیشتر سرودهای درددار انتخاب میکنید؟ راستی که همین زبان تاجیکی وقتی کاسته شد کمتر سالهای 80 85 همه روسی گبزن شدن و همه همین زبان تاجیکی خود مردم به صدق و به ضبط ملت خودش دوست نمیداشت بسیاری آدم‌ها همین شعرهای زبان کنکور کرده استاد لایق همین دیلم برودکی سوزد شعر استاد گلنظر همین چیزهای من خواندنش سر کردم یعنی مردم به زبان دوستداری به وطن دوستداری تقلید میکردم با سرودم و بعد خریبای سالهای 90 که کمتر همون واقعهای فوریه سال 90 سر شدن اون این جنگ‌های شهروندی نبودن که من تاجیکستان رو دیگر قسمت مکنه خواندم عین ختلان و زرافشان و بدخشان و همون علاقه یک نوع یک خبری من بود که به مردم که این مردم محلچگی و تقسیم کنی و دیگر بد دیدن و این چیزا نکنید تا علاقه پیچه که من گفته بودم چیزا سالهای 89 من کنسرت دادم در کاخ باربد پر از تالار تماشا می‌کردم پر بودم و همین چیزایی که برای ملت ما برای تاجیکستان ما برای یکپارچگی وطن برای دوست داشتن تاجیکستان و احترام کردن همین زمین مادر من بسیاری چیزای سودای من بخشیده به مادر و وطن و زمین و برای آبادی پیشروی و زنده شوی مردم و آید همین دانستن زبان مادری و همین چیزای من بیشتر نخوندم و خیلی به من معنی سرای هم گفتن و دیگه گپای هم گفتن لیکن اساس یک چیز من همین بعد همین سروده خوندنم یک چند حافظای دیگر هم و من پیروی کرده برای وطن و برای ملت و برای زبان و برای تاجیکستان و خوندن سر کردم یعنی همین یک پیراهچه من راه شد از همین چیز بسیار افتخار دارم راستی. ببینید عموما شما یک سرود چگونه انتخاب میکنید؟ روند تهیه یک سرود شما چگونه صورت میگیره و در چند وقت شما رو تیار میکنید؟ من هم یک شعر میخوانم اگر همون شعر همین یک خواندن که در دلم شیشت یعنی که به شعر آهنگ خوب پیدا میکنم یعنی احساس میکنم مثلا همون شعرهایی که از استاد لایق شب همون شبه که استاد شعر حسرت به من پیشنهاد کردن که دیگر به پیشوازم به در نمیبرایی همون شب من گرفتم همون شب خودش من همون آهنگ بستم در یک شب در یک شب سوز دلم نیست امروز اگر آن تب آن سوز دلم نیست زان است که غم خواره و دل سوز دلم نیست این سرود در یک شب آهنگ بستم بعد دیگر سرودایی که با استاد همکاری کردیم قدری جوانی رفتن یک 5 تا آهنگ بستم استاد نمیشه همین یک عجایب باید داشتم روی رفتم نمیرفتم و یک وقت در یک خانه یک رفقم من ترکیه یک سازی ترکیه آوردم بسیار صدا شیرین بود مسکوی نال بود و همینجا اجتماع همینجا به من همین سرودی جوانی رفته همین آهنگی که امروز هم به مردم پسند است همین که دید خوانده بود انا این میشه این حالی ببینی این سرود جهان اینا تکرار میکند برابر تو میخواند بهترین آهنگ و سرود این میشه گفتم همین گم نکن فراموش نکن گفتم که من همون رفیق من که از شد در خط من دوستان باز گفتم خواندی بود موی بدنم رو خیلی کیف کردم یک لحظت بودم عجایب تاثیر کرد و همین موند زبان زده کردم بود بعد میتونم برفته ثبت کردم و در حقیقت چیزایی که بداهتا هم خدا نظر کردگی میگن نه که هم طرف خدا الهام میبره پیدا میشه نه با کافتن و با وینی هم ناخواست خدا یک همیشه میتید که این الهام ایجادی همین است من یک شعرهای میگیرم آهنگ میبندم مثلا همین شعری انا استاد لایق مثلا خواندگی هستم چی خبر چی جنگ و دعوا تو نپرس و من نگویم که شکست مهره ما تو نپرس و من نگویم کی برید ریشه ما کی بسوخت بیشه ما کی ربود گنج دارا تو نپرس و من نگویم
نپرس و من نگویم این از آهنگ گرجی الهام گرفتن این سروده استاد جنابی میخوندن بعد همین آهنگ پیدا شد. عموما همکاری شما با استاد لایق از کجا سر شد؟ اولین سرودی که از ایشون خوندید کدام سرود بود؟ استاد لایق سالهای 75 می آمدن قشلاق و ما پشتی والگیشون دویده همون سر قشلاق سر میشد تا پیش خانه مادرشونه بالای قشلاق خانه مادرشون دویده می آمدن پشتشون. بعد میدارم سلام میکردیم چیزای ماشینشون میفروردیم تو فایه بعد ببین مادرشون هم میفتن ببین شما اگرم که تو استاد صحبت کردیم ما باز ماشین استاد شویم بعد پیش خانه استاد رو یک جوی بسیار آبش تازه میگذاشت آبی تیز بعد به سطیل از عدد بچه های همین شاگردا کردیم دو درکا کردیم ماشین استاد درون بیرونش شد تا تازه میکردیم استاد میبرامدن تماشون چاق میشد بعد ماشینشون سال کرده ما گردی همین اشتاخه میگردوندن با یک وقت گفتن که همین اگر توری ماهیداری داریتون ها استاد همه چی هست یادتون و گرفتیم در روی زرفشان رفتیم ماهی خریدیم ماهی داشتیم من پیش در روی دیگچه بچه ها موندن همینجا روغن انداخته تست موندن هم ماهی آب میخریدیم گرفته همین پخته هم ماهی پیش استاد طبق آوردن آداب کردن احترام کرد بعد همین استاد مخول شده ما استاد به همشون شاگردا همش فرزنداشون و پدرم که دیدم بسیار مناسبتی نزد داشتن خانه ما رفت آمد داشتن استاد قاری شریف شیرالی اکاشان خدا عمرشان دراز کنند امروز هم هستم معلمی ما من از زبان آمده بود درس دیگه هستم مکتب آمد همین دو استاد کردی سر شد و یا دوستی همون و وقتی که من 38 تمام کرده به دانشگاه رسامی فرانکو خواندنی میگم اینجا آمدم خانه همه کم بایستادم خانه خالمراد شریف خانه همه کم پیش کتر جای همون شعر نویسنده بود همین خرابالا پشت خرابالا بعد اونجا ایستادیم که بگاهی استاد لایق استاد عبید رجب غفار ولمزاده عباد فیض‌اللهیف خطبی کرام همین استادا آمدن خانه همه کم آش بود استاد سالبان آمدن همه که خالمراد استاد بودن آش آمده شما شدیم چی کردیم آش برد همه چی ترار خواهی نشید همه استاد سالبان آشپزی سر کردن اما کم دیگه همین جنگ من آمده از قشلاق این رسامی میخوانم و این میخوانم اونجا میخوانم کالجی صنعت میرم من گفتم نه روا دارم دهم تمام کرد بیا گفتن خط اینو سرودم میخونن نه میخوانم یک تا خون بچیم من رو بابا در دهم خونه ما کم خونه درون رو بابا برو آورده بود نواختم تونسته بیان من میرفتم بچگی میرفتم بعد نواخته خوندم و همون شعر استاد دایخه از کو سنگ چون فتاد 100 سنگ رو بیجا کند مردشون آماده کند 100 مرد رو رسوا کند همین خوانم که بعد همه‌شون قرصا زدن آفرین 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 غفار ولمزاده گفتن که تو منو میشناسی گفتم من شما دیدگی تو از صنعتکار رو کم میشناسی گفتم من همه‌شون میشناسم کلام گپک بودن من نمیدونم گفتم کم میشناسی خیلی ولی جوره دارم ماماشون غفار ولمزاده گفتم غفار ولمزادهش من شد تو هم صنعتکار خوب میشناختن بعد سر شدم خیلی بعد قریب آش کشیدم بعد استاد جرابی اومدن با استاد جرابی که ما همراه سروز خواندیم دلی مادر هم وقت همین سالی از همه باید شعر استاد ترسون زادن اینا خواندیم خیلی بعد خلاصه که همین در صنعت با استادا با همین خیلی آدمای بزرگ اینجا فاطمی روزاده جلال اکرامی فاتح نیازی همسایه همه کم بودن همینجا بعد همین استاد قناعت نامی قناعت همه شاگردی به همونجا یعنی یکم بخشناس شده بود بعد سر شده میشناسی های احترام و صمیمیت و رفت آمد و بعد وقتی که آمدم داخل شدم دانشگاه بعد که خونه همه کم میرفتم هم نوع هر یکشنبه یک شنبه یک تا یکشنبه میگذاشت دو یکشنبه به یک بار هم این استادا جمع میشدن خونه همه کم بعد و خانه استاد میرفتم برای خانه اون کس نمون نه شب همینجا خورم و خانه استاد خانه میرفتم شب هم زلی کلام دیوانی کلام بود این جمشید و
جمشید خپنجی که آمیشون سامان سبای ممتاز اینا من در بودن همیشون با اینا گیتر روز یکشنبه روز باغا و درد میزنن دارم همین که بعد سر شما پسرخوان استاد لایق شدیم سری کلانه شما شده و چند روز شما در عموم خوندید؟ قریب 150 تا خودی استاد را بیشتر کدام سال مقبول بود از وجود من؟ استاد هم تو دیگر به پیشوازم دمیدن نمی برای میخوندم البته یک قریب همین عشقشان می آورد بعد همین سرودای جوانی رفت سرودای همین سینا رسید بر سرم دردم دوا نشده اول دیگه شعر که میخوندم بعد سرشان سینا رسید بر سرم دردم دوا نشده می آهنگ خوندم بعد آهنگای دیگر هم اونجا خیلی زیاد آهنگای بودن که از شعر استادایی میخوندم با مادر سجام فدای یک مدای مادر خزان ریز بعد خیر من شعرهای استاد من خیلی زیاد خوندم و بعد از سرشان هم یک اون لالی دلخوان را بگو یادت کرده را به همین سر کردن تا دیگر شعرهاشون خیلی خوندم و هم بستم با حاضران در همین جشن 40 سالگی فعالیت ایجادیم ما قریب یک 5-6 تا از آهنگ کشیدم که نصیب باشد میخوام. ببینید در آغاز سرود نمون شما سرود جوان رفته خوندید این از کدام سال شما میخوانید؟ جوان رفته از سالهای 1988 ببینید بیش از 30 سال قریب 40 سال و یگان محفلی نیست که شما سرود نخوانید یگان نشست نیست یگان توی معرکه نیست نخوانید عموما با دل خودتان نزدگیم سرود؟ نه اکنون من چه بگم همین مردم به معقول هرچند هم میگم که همین چیز آخه من زیاد خواندم این مردم همین نمیمونم دیدم یک برنامه شد برنامه یک شاگردم علی شیر خانزاده با رفتم برونده یک سرود استاد خواندم و من تا یک سرود که تبریک کردم من رحمت شما به این شاگرد رو دوام می‌کرد این رو موفقیت گفتم که همین زال برابر همه جوانی رفته خالد قرصا زدن طلب کردم مجبور بخوندم چون کنم دیگه برای مردم معقول بعد همین سفر قرقیزستان رفتیم تاجیک قرقیزستان یکم همین استاد همین سرود جوان رفته خونه ازبکستان رفتیم در شهر سمرقند آمفی‌تئاتر رو کنسرت دادم بعد از گشاده شدن همین راهو اونجا همین طلب کردم بخارا برای آمفی‌تئاتر کنسرت دادم همین طلب کردن یعنی که همین مردم با خیلی بیام همین در دل خلق همین چیز بسیار سخت معقول شده است برای همین خیلی خانسوده مال دیگه اخراج نیست. ببینید بسیارها شاید ندانند لیکن من آگاه هم که شما خودتان هم شعر می‌نویسید و چند سرود هم در اساس متن خودتان دارید. من فکر می‌کنم که اگر از سرود خودتان سوی دیگر بسیار نظم میشد برای این موضوع صحبتمون. جون دیگه یک سرود نام نوشتم که موزیه فرزند اگر چون جان بود نبیره جان و دل است پیوند چون خندان شود روشن چراغی منزل است از خنده های طفلکان عالم همه شادی کند چون رودکی در این جهان شادی بیزادن مشکل است ما مهمانی این زمین مانیم بر هر جا قدم باشد که باشیم یار و دوست هر کس که مردی کامل است از رودکی و عینیو میرزا و بابا جان غفور بس نامی تاجیکان بزرگ بالای قیصالی دل است اینجاست بزمی عاشقان حاجی چراغی منزل است حاجی چراغی محفل است پیشوای ملت زنده باش با دولتی زیبای ما پیشوای ملت زنده باش
رستم دوامی تو بود هر کس که بیند قایل است هر کس که بیند قایل است رستم دوامی تو بود هر کس که بیند قایل است خیلی شعرکایی کم کم می نویسم بعد یک شعرم بسیار در پیش مردم حضور من خیلی میدونن گرموی سری از سری ما کنده شود زیر قدم هزار یک بنده شود این رشته عمری ما که تاری مویی است با امر خدا شود اگر کنده شود همینه بسیار مردم هم دوست میدن خیلی کم کم من خدا تلاشی شاعری و دعوا ندارم خیلی کم کم